ماشروم بزن و دید جدیدی نسبت به زندگی پیدا کن. از درون خودتو تغییر بده. اینا رو شنیدی دیگه. چشم سومتو باز کن، احتیاط نداره، هیچ ضرری هم نداره. چیزهای راحتی که همه میخوام به دستش بیارن. نه آقا، از این خبرا نیست. نرید روانگردان بزنید به خاطر اینکه یه اسکل که اسم خودشو گذاشته دکتر بهتون گفته که من چشم سومم با ماجیک ماشروم باز شده. آقا به خدا همه اینا به خاطر پوله. اون طرفی هم که داره همین حرفو میزنه میخواد پول در بیاره و در نتیجه تویی که میای حرفشو گوش میدی و فکر میکنی که مثلا طرف بارشه، چه میدونم دکتره، یوتیوبر، بلاگر، اینستاگرامر، هر چی که هست، این داره درست میگه، پس من بیام حرف اینو گوش بدم. آخه من موندم یک انسان چجوری میتونه شرف خودش رو بفروشه به خاطر بازدید، به خاطر پول؟ بابا برو یه 4 تا محتوای بهتر بساز، یا اگه راجع به اونم میسازی بیا 4 تا ضرراش هم بگو. اگه مثلا 2 تا فایده داره اون 10 تا ضرر کوفتیش هم بگو. من با همه مدل افرادی که معتاد باشن، چه میدونم از هر نوع موادی که بگی بکشن، من باشون ارتباط داشتم و دیدم زندگیشونو، اینکه به کجا رسیدن، چی بودن و چی شدن. ازتون میخوام که گول هیچ کدوم از این افرادو نخورید، چون صمیمانه از ته قلبم نمیخوام که هیچ کس واقعا یک آدم سالم معتاد بشه. بچه‌ها شاید قارچ تکی شما رو بگانده، ولی قطعا اون ذهنیت رو براتون میسازه که آره قارچ ضرر نداره، برم یه گل بزنم. میگن گلم ضرر نداره، گلو میزنی، حالا شیشه هم بریم بزنیم دیگه، اونم دیگه ضرر نداره. باور کنیم بچه حرف من فان نیست، من اینا رو با چشمم دیدم. اگه روی این ویدیو کلیک کردی به احتمال خیلی زیاد تصمیم گرفتی که ماشروم بزنی، یا حداقل علاقه رو داری که اومدی اینجا تحقیق بکنی که ببینی چطوری این کار رو انجام بدی یا چه مثلا عوارض و فوایدی داره. دوست من، داداش من، رفیق من، از این چیزا فاصله بگیر. اصلا تحقیق نیاز نداره که. بگاییه. آیا بگاهی خوبم داریم؟ یه حرف کلی هم بهتون میزنم، این که تمام کارهایی که آسونن و بهتون حال زیادی میدن، بدونی که اون یه جایش مشکل داره، بدون که اون قرار تو رو به فنا بده. به نظر من بدترین کاری که یک آدم میتونه در حق خودش بکنه اینه که خودش رو معتاد بکنه. نه آقا، نه قرار چشم سومت باز بشه، نه قرار دیدت عوض بشه نسبت به عالم هستی، نه قرار پرواز کنی و نه هیچ اتفاقی در درون تو بخواد قرار باشه رخ بده. وقتی که خط دوپامین مغزتون یه چیز صافه، تو بیای با روانگردان و از این داستانا، از این موادها اینو بالا ببری، این که بالا اومد مغز شما عادت میکنه که این دوپامینه اینجا باشه و وقتی که دوباره استفاده نکنی این میاد پایینتر از حد عادی و اینجا چه اتفاقی میفته؟ این بهت میگه که دوباره بزن دوپامینه بره بالا، میاد پایین میری بالا، میای پایین میری بالا و این میشه که تبریک میگم، تو یک آدم معتادی. امیدوارم حرفام به یه ورتون بوده باشه و اگه 1% میخواستین این کار رو انجام بدین، از کردن این کار پشیمونتون کرده باشم.